به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. کتاب رهایی، شناسایی الگوهای شرطی شده رهایی از بند گذشته و تجلی خود حقیقیتان. نوشته نیکول لپرا با ترجمه آرزو شنتیایی توسط نشر میکان در سال 1403 در تهران منتشر شده است. این کتاب در دسته کتاب‌های خودشناسی و روانشناسی کلنگر قرار می‌گیرد و به بررسی راه‌های شناسایی و تغییر الگوهای رفتاری و ذهنی مخرب می‌پردازد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. نویسنده با تکیه بر تجربیات شخصی و دانش تخصصی خود مخاطب را به سفری برای شناخت عمیق‌تر خود و رهایی از زخم‌های گذشته دعوت می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می توانید در گوگل سرچ کنید و تا انتها گوش بدید. کتاب رهایی اثری در حوزه روانشناسی کلنگر است با رویکردی ترکیبی و تلفیقی به سلامت ذهن، جسم و روح می‌پردازد. نیکول لپرا نویسنده کتاب با بهره‌گیری از تجربیات بالینی و شخصی خود ساختار کتاب را به گونه‌ای طراحی کرده است که خواننده را مرحله به مرحله از شناخت الگوهای شرطی شده دوران کودکی تا تجلی خود حقیقی هدایت کند. این کتاب در قالبی آموزشی و روایی ابتدا به تبیین مفاهیم بنیادین روانشناسی کلنگر و نقش تروماهای گذشته در شکل‌گیری رفتارها و احساسات می‌پردازد و سپس ابزارها و تمرین‌هایی برای تغییر عادت‌ها و باورهای محدود کننده ارائه می‌دهد. روایت‌های شخصی نیکول لپرا و نمونه‌های واقعی از زندگی مراجعان فضای کتاب را ملموس و قابل درک کرده است. کتاب رهایی با تاکید بر پیوند ذهن و بدن و نقش انتخاب‌های آگاهانه در فرایند بهبود مخاطب را به سوی مسئولیت پذیری در قبال سلامت روان و جسم خود سوق می‌دهد. ساختار کتاب به گونه‌ای است که هم برای مطالعه پیوسته و هم برای رجوع به بخش‌های خاص مناسب است و در هر فصل تمرین‌ها و پرسش‌هایی برای خودکاوی و رشد فردی گنجانده شده است. کتاب رهایی با روایت تجربه شخصی نویسنده آغاز می شود، جایی که نیکول لپرا در مواجهه با بحران‌های جسمی و روانی به نقطه‌ای از یأس و پوچی می رسد و در می‌یابد که بسیاری از مشکلاتش ریشه در الگوهای شرطی شده دوران کودکی و تروماهای حل نشده دارد. او با بازنگری در سبک زندگی، تغذیه، ورزش و تمرین‌های ذهن، آگاهی به تدریج به ارتباط عمیق میان ذهن، جسم و روح پی می‌برد و در می‌یابد که تغییرات پایدار نیازمند آگاهی، تعهد و تمرین مستمر است. در ادامه نیکول لپرا به معرفی روانشناسی کلنگر می‌پردازد و توضیح می‌دهد که این رویکرد سلامت انسان را نتیجه تعامل سه بعد ذهن، جسم و روح می‌داند. او با نقد محدودیت‌های درمان‌های رایج و تاکید بر نقش عوامل محیطی و اپیژنتیک نشان می‌دهد که انسان‌ها قربانی سرنوشت ژنتیکی یا گذشته خود نیستند و می‌توانند با انتخاب‌های آگاهانه مسیر زندگیشان را تغییر دهند. در بخش‌های بعدی کتاب به بررسی الگوهای تکرار شونده رفتاری و هیجانی می‌پردازد و تمرین‌هایی برای شناسایی و تغییر این الگوها ارائه می‌دهد. نیکول لپرا با مثال‌هایی از مراجعان و تجربه‌های شخصی نشان می‌دهد که
چگونه باورهای محدود کننده خود انتقادی و تکرار عادتهای گذشته مانع رشد و رضایت فردی می شود. کتاب رهایی بر اهمیت پذیرش مسئولیت فردی، تمرین‌های روزانه و ایجاد تغییرات کوچک اما مداوم تاکید دارد و مخاطب را به خلق آینده‌ای متفاوت و تجلی خود حقیقی دعوت می‌کند. این کتاب با رویکردی کل‌نگر و تلفیقی به مخاطب کمک می‌کند تا ریشه بسیاری از مشکلات روانی و جسمی خود را در الگوهای شرطی شده و تروماهای گذشته شناسایی کند. کتاب رهایی نه تنها به تبیین نظریه‌ها و مفاهیم روانشناسی می‌پردازد، بلکه ابزارها و تمرین‌های عملی برای تغییر عادت‌ها و باورهای محدود کننده ارائه می‌دهد. روایت‌های شخصی نویسنده و نمونه‌های واقعی از زندگی دیگران فضای کتاب را ملموس و قابل درک کرده است. خواندن این اثر فرصتی برای خودکاوی، افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری در قبال سلامت روان و جسم فراهم می‌کند و مخاطب را به سوی خلق آینده‌ای متفاوت و رضایت بخش‌تر سوق می‌دهد. مطالعه این کتاب برای کسانی مناسب است که دغدغه رشد فردی، خودشناسی و رهایی از الگوهای تکرار شونده رفتاری و ذهنی دارند. افرادی که با اضطراب، افسردگی و احساس پوچی یا مشکلات جسمی و روانی مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند و به دنبال راهی برای تغییر پایدار و عمیق هستند، می‌توانند از آموزه‌های این کتاب بهره ببرند. همچنین علاقه‌مندان به روانشناسی کل‌نگر و کسانی که به دنبال ابزارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگی خود هستند، مخاطبان اصلی این اثر به شمار می‌روند. درباره نیکول لپرا یکی از پیشگامان روانشناسی کل‌نگر است. او آموزش‌های دانشگاهی خود را در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه کرنل و مدرسه مطالعات اجتماعی نوین گذرانده است. لپرا با راه‌اندازی صفحه پرطرفدار خود در اینستاگرام شناخته شد و توانست آموزه‌ها و ابزارهای تحول فردی خود را با جامعه‌ای گسترده از خوددرمانگران به اشتراک بگذارد. هدف او توانمندسازی افراد برای تبدیل شدن به شفابخش خود است. نیکول وعده درمان‌های سریع نمی‌دهد. او نقشه راهی برای خودآگاهی، تاب‌آوری عاطفی و دگرگونی فردی ارائه می‌کند تا هر فرد بتواند به شفادهنده خویش تبدیل شود. او همچنین با ایجاد یک پایگاه آموزشی اختصاصی برای اعضای فعالیت‌های خود را توسعه داده است. نیکول لپرا در ایالت آریزونای امریکا زندگی می‌کند. کتاب حاضر نخستین بار در سال 1400 با عنوان چگونه کارها را انجام دهیم، الگوهای فکریتان را بشناسید، گذشته‌تان را التیام بخشید و خودتان را از نو بسازید با ترجمه مهسا مشتاق توسط انتشارات ابوعطا منتشر شده است. انتشارات اسماء الزهرا در سال 1402 با ترجمه مهدی برخوردار علی آبادی، انتشارات آتیسا در سال 1403 با ترجمه مرجان ایزدی و انتشارات متخصصان در سال 1401 با ترجمه شهرام شیری و انتشارات آبیج در سال 1402 با ترجمه پریسا رجوند و انتشارات شاهدخت پاییز در سال 1402 با ترجمه احمد آمری و انتشارات استاد در سال 1403 با ترجمه علی ولایتی عسکری نیز این کتاب را منتشر کردند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با فصل‌های مختلف شروع کنیم. اما ابتدا این کتاب رو به همسرم تقدیم می‌کنم. به همسرم که پیش از خودم من حقیقی و ارزشمندی درونی و توانمندی‌هایم را دید و باورم داشت. تقدیم به تک تک شما که باورتان دارم، درکتان می‌کنم و می‌دانم برای بهتر شدن تلاش می‌کنید.
و این نوشته نویسنده در ابتدای کتاب هستش. خب این کتاب با فصل‌های مختلفی شروع شده. ابتدای کتاب سخنی از بزرگان و تقدیر از کتاب هستش که من پاستور میگیرم و میریم که سرآغاز سخن رو با عنوان ظلمت پیش از سپیده دم شروع کنیم. در روایات و حکم خوانده ایم که شاعران و عارفان در لحظه ملکوتی و در مکانی رازآلود به بیداری و تعالی دست یافتند. ایستاده بر فراز کوه، خیره به آبی بی انتهای دریا، کنار نهری خروشان یا بوته‌ای سوزان. بیداری من در کلبه‌ای چوبی در دل جنگل و در لحظه‌ای که حق حق می‌گریستم و اشک‌هایم میان ظرف صبحانه‌ام می‌چکید رخ داد. من و همسرم برای گذراندن تعطیلات به شمال نیویورک رفته بودیم تا کمی از هیاهوی زندگی و فضای پرتنش شهرنشینی در فیلادلفیا فاصله بگیریم. صبحانه می‌خوردم و کتابی را می‌خواندم که برای تعطیلات انتخاب کرده بودم. مضمونش روانشناسی و درباره مادرانی بود که رابطه احساسی مطمئن و امنی با فرزندشان ندارند و به دلایل مختلف از دنیای احساسی فرزندشان دورند و نمی‌توانند نیازهای احساسی آنها را تأمین کنند. کتاب را به زعم خودم برای بروز کردن اطلاعات حرفه‌ایم می‌خواندم. اما گویی واژه‌ها واکنش هیجانی غیرمنتظره‌ای در من برانگیختند. احساسی که آن لحظه دلیلش را درک نمی‌کردم و گیج و سردرگم فقط اشک می‌ریختم. همسرم گفت فشار کار این مدت حسابی خسته و فرسوده‌ات کرده. باید کمی استراحت کنی و کارهات رو بذاری برای بعد. به حرفایش اعتنایی نکردم. با خودم فکر می‌کردم اتفاق خاصی نیفتاده و این هم یکی از آن تجربیات و برون‌ریزی‌های هیجانی خاص و همیشگی من است. من هم مثل بسیاری از دوستان و مراجعانم از روزمرگی و احساسات ناخوشایند به تنگ آمده بودم. همین. کیه که صبحها بدون ترس و استرس از روزی که در پیش داره بیدار بشه؟ کیه که سر کار حواسش جای دیگه نباشه؟ کیه که حس نکنه چقدر از عزیزانش دوره؟ کیه که بگه هر روز رو به امید تعطیلاتش پیش رو سر نمی‌کنه؟ مگه این احساسات اقتضای پا به سن گذاشتن نیست؟ چند وقت پیش که 30 سالگیم را جشن گرفته بودم با خودم فکر کردم همین؟ واقعا زندگی همین بود؟ من به خیلی از آرزوهای کودکیم رسیده بودم. در شهری که دلم میخواست زندگی میکردم. در مطب خصوصی خودم مشغول به کار بودم و همسری مهربان و دوست داشتنی داشتم. با این حال احساس میکردم بخش مهمی از وجودم را گم کردم. از یاد بردم یا شاید نبوده یا اصلا آن را نیافتم که گم یا فراموشش کنم. پس از سالها که حتی با وجود ارتباط با آدم‌های مختلف احساس تنهایی می‌کردم، بالاخره کسی را یافتم که خودش بود. خود همانی که دنبالش بودم. همانی که با من خیلی فرق داشت. هرچند من سرشار از تردید بودم و معمولاً از جمع کناره می‌گرفتم، او پرشور و مشتاق و سرسخت بود و اغلب با فراهم کردن فرصتی جالب و مهیج سعی می‌کرد مرا از دایره امنم بیرون بکشد. با این اوصاف باید خوشحال یا دست کم راضی می بودم. اما احساس می کردم جسم و ذهن و روحم از هم گسیخته و هیچ احساسی درونم نمی جوشد. من در واقع هیچ حسی نداشتم. گذشته از حس پوچی درونم، مشکلات جسمیم که به آن دچار بودم چنان رو به وخامت می رفت که دیگر نمی توانستم نادیدهشان بگیرم. به مغزی موجب افت تمرکز و عملکرد ذهنم شده بود. گاهی نه تنها واژه‌ها یا جمله‌ها را از یاد می‌بردم، بلکه حس می‌کردم هوش و حواسم سر جایش نیست و ذهنم از هر فکری تهی است. این احساس به شدت آزارم می‌داد، خصوصاً چند باری که در خلال جلسه با مراجعانم همه چیز را از یاد می‌بردم.
بر اثر مشکلات گوارشی مزمنی که سالها درگیرش بودم، مدام احساس سنگینی، خستگی و فشار و اضطراب می‌کردم تا اینکه روزی در خانه دوستم ناگهان روی زمین افتادم و بیهوش شدم. حالم آنقدر وخیم بود که همه به شدت ترسیده بودند. آن روز در فضای آرام و زیبای آن کلبه جنگلی روی صندلی گهواره‌ای نشسته بودم و صبحانه می‌خوردم که ناگهان حس کردم چقدر زندگیم پوچ و بی‌معنا شده است. اسارت در چنگال یأس وجودی و درماندگی و ناامیدی از پیشرفت مراجعانم و خشم از محدودیت‌هایی که مانع می‌شد به ریشه مشکلات آنها و خودم برسم شیره جانم را مکیده بود. تنگنای نارضایتی و رغبتی که مرا در هم می‌فشرد سبب شده بود اعتمادم به اهداف و ارزش‌هایم را از دست بدهم. وقتی در خانه و غرق در هیاهوی زندگی شهری بودم، برای رهایی از شر این افکار و تردید درونیم خودم را با کارهای مختلف سرگرم کردم. نظافت آشپزخانه، پیاده روی و پر کردن وقتم با برنامه‌های پشت سر هم به من مجال فکر کردن نمیداد. وقت خالی نداشتم و فقط کار می‌کردم و کار می‌کردم و کار می‌کردم. شاید دیگرانی که از دور نظاره‌گر زندگیم بودند به خاطر فعالیت مداوم و استفاده بهینه از وقتم تحسینم می‌کردند. اما در پس ظاهر فعال و پویای زندگیم چیزی نبود جز تلاش مذبوحانه برای پرت کردن حواسم و بی‌توجهی به هیجانات ناخوشایندی که سالها نادیده‌شان گرفته بودم. اما در آن کلبه چوبی کاری نداشتم جز خواندن کتابی درباره تأثیرات ماندگار تروماهای دوران کودکی. بنابراین دیگر نمی‌توانستم از خودم بگریزم. کتابی که می‌خواندم احساساتی را که درباره مادرم و دیگر اعضای خانواده‌ام داشتم و سالها سرکوبشان کرده بودم از پس توی ذهنم بیرون کشید. گویی در آینه می‌نگریستم، خودم را می‌دیدم بی‌نقاب و بدون دستاویزی که برای فرار به آن چنگ بزنم و چقدر این انگاره در آینه عذابم می‌داد. وقتی بدون قضاوت و منصفانه افکار و احساساتم را نظاره کردم، متوجه شدم بسیاری از مشکلاتم بازتاب کشمکش‌های درونیم بود که مادرم با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد. مخصوصاً ارتباط او با جسم و هیجاناتش. من همیشه شاهد رنج او از درد مزمن زانوها و کمرش و اضطراب و نگرانی دائمیش بودم. در بزرگسالی ظاهراً خیلی با او فرق داشتم. من پرتکاپو بودم و به مراقبت از جسمم با ورزش و تغذیه سالم خیلی اهمیت می‌دادم. در دهه سوم زندگیم پس از دوستی با گاوی در پناهگاه حیوانات گیاهخوار شدم و حتی دیگر نمی‌توانستم به خوردن گوشت فکر کنم. پس از آن بیشتر غذای مصرفیم شبه گوشت‌های فرآوری شده و هلهوله‌های ناسالم وگن بود. خصوصاً استیک پنیر توفو فیلی که از خوراکی‌های محبوبم بود. رژیم کامل و ایدئالی نبود، اما دست کم به غذایی که به بدنم می‌خوراندم اهمیت می‌دادم. به جز الکل که همچنان در مصرف آن زیاده روی می‌کردم، خیلی از غذاها و نوشیدنی‌ها را حذف کرده بودم و محدودیت افراطی رژیم غذاییم موجب شده بود که از غذا خوردن هیچ لذتی نبرم. من همیشه فکر می‌کردم به مادرم هیچ شباهتی ندارم، اما پس از اینکه مشکلات جسمی هم به مشکلات روحیم اضافه شد و بر همه ابعاد زندگیم به شکلی تأثیر گذاشت، فهمیدم وقت آن فرا رسیده تا درباره بعضی مسائل بیشتر فکر کنم و ریشه مشکلات و دردهایم را بیابم. سرانجام به منشأ دردهایم رسیدم. حقیقتی که آگاهی از آن اشکم را میان ظرف صبحانه‌ام جاری کرد. آن لحظات حزن‌آلود و پرغم قطعاً پیامی در دل خود داشت. من هرگز اینچنین دچار غلیان هیجانات نشده بودم. انگار کسی که می‌گریست من نبودم. رفتارم چنان بعید بود که اصلاً نمی‌توانستم نادیده‌اش بگیرم. این پیام روحم بود.
چیزی درونم فریاد میزد که مرا ببین و این بار میان جنگل راهی برای فرار و پنهان شدن نداشتم. وقت آن رسیده بود که با رنج و درد و آسیب‌های جسم و روانم رو در رو شوم و در نهایت خود حقیقیم را ببینم. امروز پس از گذر سالها آن لحظه را شب تاریک روحم می‌نامم. لحظه‌ای که حس می‌کردم به آخر خط و تاریک‌ترین نقطه زندگیم رسیدم. رسیدن به ته خط مثل مرگ است که از پس آن دوباره متولد می‌شوی. مثل ظلمت بیش از سپیده‌دم. هرچند بعضی از ما وقتی به ته خط می‌رسیم به معنای واقعی کلمه به سوی مرگ و نابودی می‌رویم. آن دقایق پر از درد نوری بر وجود من تابان و نیمه مدفون مرا از پس پرده بیرون کشید و در همان لحظه چشمم به روی حقیقتی باز شد. باید راهی برای تغییر میافتم. در آن لحظه اصلا فکرش را هم نمی کردم که آگاهی و بینش نوظهورم مرا تا مرز هوشیاری جسم و ذهن و روحم هدایت کند و روزی جنبشی جهانی شود. سفرم را از بعدی از وجودم آغاز کردم که بیش از بقیه نیاز مبرمی به تغییر داشت. جسمم. اول جسمم را ارزیابی کردم. مشکل جسمیم چه بود؟ در کدام قسمت بدنم عوارضش را نشان میداد؟ شم درونیم میگفت که برای التیام جسم اول باید تغذیه‌ام را اصلاح کنم و فعالیت مفید و هدفمند داشته باشم. از همسرم خواستم در این راه مرا همراهی کند. او را منبع انرژی در مسیر التیام و خود بهبودیم می‌دانم. همسرم هر روز صبح مرا از رخت خواب بیرون می‌کشید، دمبل‌ها را در دستانم می‌گذاشت و مرا مجبور می‌کرد تا در طول روز چندین بار خودآگاه و هدفمند همراه او ورزش کنم و بدنم را به تحرک وادارم. با همسرم درباره تغذیه هم تحقیقاتی کردیم و متوجه شدیم بسیاری از مواد غذایی که مصرف می‌کردیم برخلاف تصورمان چندان هم سالم نیستند. تمرینات تنفسی و مراقبه صبحگاهی را پس از مدت‌ها دوباره در برنامه روزانه‌مان گنجاندیم. اوایل با اکراه برنامه را دنبال می‌کردم و بعضی روزا از زیر کار در می‌رفتم. ولی بعد از کلی اشک و ناله و درد عضلات و حتی با اینکه بارها تا مرز دست کشیدن از ادامه برنامه رفتم، بالاخره بعد از چند ماه این کار عادت روزانه‌ام شد. پس از آن با اشتیاق برنامه و تمرین‌هایم را دنبال می‌کردم. در تمام عمرم تا این اندازه احساس قدرت جسمی و ذهنی نکرده بودم. همینطور که بدنم رو به بهبودی می‌رفت، نگاهم به بسیاری از حقایق به ظاهر بدیهی که زمانی فکر می‌کردم شکی در درستیشان نیز تغییر کرد. با روش‌های جدیدی آشنا شدم که دیدگاهم به سلامت روان را متحول کرد. فهمیدم بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات از گسستگی پیوند روح و جسم و ذهن سرچشمه می‌گیرند. ژن‌ها سرنوشت ما را تعیین نمی‌کنند و ما محکوم نیستیم آنطور که به دنیا آمده‌ایم زندگی کنیم. مهمتر از همه این که برای تغییر باید از باورها، الگوهای رفتاری و هیجانی و عادت‌های آگاه شوم که از پس نوع دلبستگیمان به کسانی که دوستشان داریم و دوستمان دارند در ما شکل گرفته است. در این مسیر به تعریفی جدید و جامع‌تر از تروما رسیدم و فهمیدم استرس و تجربیات نامطلوب کودکی و بدتنظیمی سیستم عصبی ناشی از آن نه فقط بر جسم که بر روح و روان ما تأثیرات منفی اساسی و ماندگاری بر جای می‌گذارد. دریافتم تروماهای درمان نشده از دوران کودکیم در من به جا مانده که هر روز شاهد تأثیرات مخربشان بر زندگیم بودم. هر روز بیشتر می‌آموختم و آموخته‌هایم را آگاهانه در زندگی و انتخاب‌های روزانه‌ام به کار می‌بستم. با گذر زمان کم کم به رفتارهای جدید خو گرفتم و به تدریج نتیجه تغییرات را به چشم دیدم. همین که حس کردم جسمم در شرف بهبودی است، سعی کردم با استفاده از دانشی که از آموزه‌ها و تجربیات دوران تحصیل و درمان بالینیم آموخته بودم، آگاهیم درباره انسجام وجودی انسان
و ارتباط جسم و ذهن و روح را تقویت کنم. سراغ کودک درونم رفتم. با او دیدار کردم و یاد گرفتم چگونه دوباره برایش مادری کنم. پیوندهای ترومایی را که سالها اسیرم کرده بودند شناسایی کردم. آموختم چطور برای خودم مرز قائل شوم و به تدریج با بلوغ هیجانی و اقتدار در کنترل احساساتم که قبلا به نظرم ناممکن بود با اتفاقات پیرامونم روبرو شدم. دریافتم که رشد فردی و تغییر دنیای درونم فقط به خودم محدود نمی شود و تأثیراتی فراتر از جسم و احساسات و روحم دارد و بر بهبودی اطرافیانم و حتی جمعی بزرگتر، جامعه و جهانی که در آن زندگی می کنم تأثیر می گذارد. در ادامه چکیده بینشی جدید و راهگشا و روشنگری را که درباره فرزیستی توامان جسم و ذهن و روان به آن رسیدم بیشتر و در قالب رویکردی کلی و فهم‌پذیر توضیح می‌دهم که مبتنی بر اصول و مبانی روانشناسی کل‌نگر و ایده‌ها و مفاهیم کلیدی آن است. اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم در مسیر التیام به نتایج بسیاری رسیدم. نشانه‌های اضطراب و هراس در من خیلی کمتر شده و به رویدادهای پیرامونم آگاهانه و مشفقانه و نه تحت تاثیر الگوهای کهنه واکنش نشان می‌دهم. با کسانی که دوستشان دارم ارتباط حقیقی و توأم با امنیت و تفاهم برقرار کردم و با تمام وجود کنارشان هستم. توانستم میان خود و آنهایی که در مسیر زندگیم نقش سازنده‌ای ندارند حد و مرزی بگذارم. برای اولین بار در طول عمرم آگاهانه و هوشیار از تمام ابعاد وجودم زندگی می‌کنم. لحظه‌ای که احساس کردم به ته خط رسیدم و حتی تا 1 سال پس از آن روز هم فکر نمی‌کردم روزی به این حد از دگرگونی برسم. اگر به اوج یأس و سرخوردگی نرسیده بودم امروز اینجا و در حال نگارش این کتاب نبودم. در سال 2018 پس از آنکه تصمیم گرفتم ابزارها و روش‌های درمانی را که یافته بودم به دیگران هم بیاموزم، صفحه The Holistic Psychologist را در اینستاگرام راه اندازی کردم. من باید دانسته‌هایم را به دیگران هم می‌آموختم. چیزی از آغاز کارم در اینستاگرام نگذشته بود که پیام‌های متعددی از سوی مردم دریافت کردم. آنها از چالش‌های مختلف زندگیشان گفته بودند، از تجربه تلخ تروماها گرفته تا روایت مسیر التیام و فائق آمدن بر مشکلاتشان. پیام من درباره التیام همه ابعاد وجود از مرزهای فرهنگی و جغرافیایی گذشته بود و به دل بسیاری از مردم از پیر تا جوان راه یافته و حسی مشترک میان من و آنها آفریده بود. امروز بیش از 8 میلیون نفر صفحه اینستاگرام مرا دنبال می‌کنند. کسانی که با نام سلف یا خود درمانگرها نقشی جدی و متعهدانه و پویا در سلامت ذهن و جسم و روح خود دارند و پشتیبانی از آنها کار جان‌آشنای من است. من به مناسبت اولین سالگرد راه اندازی صفحه روانشناس کل‌نگر و برای قدردانی از افرادی که مرا حمایت کرده بودند و ایجاد فرصتی برای ارتباط خارج از دنیای مجازی و نکوداشت سفر مشترکمان در سواحل غربی کالیفرنیا مراقبه یک کودک درون جمعی ترتیب دادم. چند روز پیش از برگزاری مراقبه در وبگاه‌های مختلف دنبال محلی در ساحل ونیز کالیفرنیا گشتم و بدون برنامه‌ریزی و دلیل خاصی جایی را انتخاب کردم. بلیط‌های رایگان را در صفحه‌ام گذاشتم و امیدوار بودم مردم از این مراسم استقبال کنند. تنها چند ساعت بعد اتفاقی باور نکردنی رخ داد که ورای انتظارم بود. 3000 نفر برای شرکت در مراقبه جمعی ثبت نام کردند. میان پهنه ساحل ونیز زیر پرتو آفتاب سوزان نشسته بودند. عده‌ای کنار دریا می‌دویدند و برخی دیگر قدم زنان از ساحل می‌گذشتند. آدم‌های مختلف با سبک پوشش و رفتاری که خاص اهالی کالیفرنیای جنوبی است به امواج دریا چشم دوخته بودم که خود را به آغوش ساحل می‌انداختند.
ماسه های گرم زیر انگشتان پاهایم و خنکای موهایم که آب اقیانوس از آن میچکید مرا به لحظه حال متصل نگه داشته بود. حضور کامل و یک پارچه ذهن و روحم را در کالبدم احساس می کردم. وجودم مملو از احساس سرزندگی بود. دستانم را از سر عشق و قدردانی به سوی آسمان بالا بردم. تمام وقایع سالهای اخیر را در ذهنم مرور کردم. تمام تجربیاتی آن روز را رقم زده بود و در آن صبح زیبا مردمان بسیاری را به ساحل و گرداگرد من کشانده بود. به جمعیت نگاهی انداختم. با دیدن آن همه چشم که نگاهشان را به من دوخته بودند، به منی که همیشه از بودن در کانون توجه دیگران بیزار بودم، لحظه گذرا مضطرب شدم و پس از آن لب به سخن باز کردم. شما بی‌دلیل اینجا جمع نشده‌اید. آرزو و اشتیاق برای التیام شما را به این ساحل کشانده است. شوق رسیدن به خود حقیقی و محبت‌های نهفته‌تان. باید به خاطر قدم گذاشتن در این مسیر به خودتان تبریک بگویید. واقعیت امروز ما حاصل دوران کودکی ماست و امروز تصمیم گرفته‌ایم برای رقم زدن آینده‌ای متفاوت خود را از بند گذشته برهانیم. صدایی که از عمق وجودتان شما را به این کار ترغیب می‌کند. ندای شهود شماست. ما تا امروز عادت کرده‌ایم که صدای شهودمان را نادیده بگیریم و به راهنمودهایش اعتماد نکنیم. ما اینجا کنار هم جمع شده‌ایم تا اعتماد از دست رفته‌مان را باز یابیم و دوباره با قلب و شهودمان همسو شویم. همینطور که حرف می‌زدم نگاهم با نگاه غریبه‌ای گره خورد. او لبخند زد و دستش را به نشانه تشکر روی قلبش گذاشت. ناگهان چشمانم به اشک نشست. گریه می‌کردم، اما این بار نه از سر درد و استیصالی که در کلبه جنگلی وجودم را در هم شکسته بود، که از سر عشق و پذیرش و مسرت اشک می‌ریختم. اشکی از سر دستیابی به موهبت رهایی و التیام. من گواهی زنده بر این حقیقتم که بیداری و رهایی فقط تجربه عارفانه و منحصر به راهبان و شاعران و عارفان نیست. این موهبت عظیم فقط نصیب مردمانی نمی شود که سالهای عمرشان را صرف عرفان و معنویت کردند. تک تک ما که در مسیر تغییر قدم می گذاریم و رنج التیام و بهبودی را به جان می خریم و برای شکوفایی و برافروختن نور درونمان تلاش می کنیم هم می توانیم به بیداری و رهایی برسیم. در پس شناخت خود حقیقیمان و آگاهی از آنچه هستیم، قدرتی نهفته است که هر ناممکنی را ممکن می کند. خب زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست. حتما برای خودتون تهیه کنید. حتی نسخه الکترونیکش رو میتونید در گوگل سرچ کنید و اگر وقت خوندن کتاب رو ندارید نسخه کامل کتاب رو گوش بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.